اقلیم شهر ترسونزاده برای کشت و پرورش شالی و استحصال برنج خوشصفت موافق بوده. در این سمت خواجگیداران تجربه بلند دارند. این شب و روزها زحمتکشان با مقصد سری وقت جمع‌آوری نمودن حاصل دسترنج خویش در صحرا سرگرم کار هستند. سال روان کشاورزان شهر در همه شکل‌های خواجگیداری، هم در کشت اساسی و هم در کشت تکراری، در میدان 4958 گکتار شالی کشت نمودند. زحمتکشان اساساً نوع‌های شالی، لازر و یوبیلینی کشت نموده با استفاده ثمرناک آب و زمین نشأ و نمای شالی را به طور ضروری به راه مانده‌اند. شالی پروری در شهر ترسونزاده یکی از ساحه‌های سردرآمد به حساب می رود. اهل زحمت شهر با مهنت حلال استحصال شالی را زیاد نموده در تامین امنیت آذوقه‌واری و تنظیم نرخ برنج در بازارهای استعمالی سهم ارزنده دارند. همین است که امسال کشت شالی از نقشه پیش بینی شده بر زیاد اجرا گردیده در بعضی از قطعه‌ها دوره غذادهی این نوع زراعت کشاورزی ادامه دارد و همه زمین‌های شالیزار با آب پالیزی تامین کرده شدند. عین زمان مرحله جمع‌آوری حاصل پخته رسیده این نوع زراعت جریان داشته، دهقانان عزم دارند تا محصول دسترنج خویش را سری وقت و بی تلف جمع‌آوری کنند. امسال در شهر ترسونزاده در کشت اساسی شالی و تکراری 4958 گکتار کشت گذرانده شد که تا امروز کشت اساسی جمع‌آوری کرده شده است. در شهر ترسونزاده همگی تکنیک‌های غله‌درو 51 عدد موجود بوده، از آن 28 تاش آماده میباشند. این چنین برای الوطن برای به تلف جمع‌آوری نمودن کشت شالی درو شالی از دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تکنیک‌های غله‌درو سفربر کرده شدند. برای جمع‌آوری حاصل شالی تکنیک‌های ساحوی سفربر گردیده، پایه‌های آن جهت ذخیره خوراک چاروا در دوره تیرماه و زمستان تایبندی کرده می‌شوند. باید گفت که کشاورزان شهر پرورش شالی را بیشتر در کشت تکراری به راه مانده‌اند. همه سال سهامداران خواجگی‌های دهقانی بعد جمع‌آوری حاصل شالی طلبات اولیوی خود را با برنج خوشصفت قانع نموده، اضافه‌اش را پیشکش خریداران کرده از آن فایده صاف به دست می‌آورند که این روند در بهتر نمودن درآمد اقتصادی اولیوی زمینه واقعی فراهم می‌آورد. امسال باشد از خوشه‌های سرحاصل و پربار شالی امید دارند که حاصل بلند برنج به دست می‌آورند. در برابر شالی پروری خواجگیداران شهر ترسونزاده همه سال دیگر نمود محصولات کشاورزی را نیز کشت و پرورش و استحصال نموده به فروش می‌برند. اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی هم در کشت اساسی و هم در کشت تکراری هر یک قطعه زمین آبی را با ثمر استفاده نموده به استحصال محصولات کشاورزی از جمله غله‌دانه و سبزیجات و پالیزی مشغول هستند. خواجگیداران از شرایط و امکانیت‌های فراهم گردیده قناعتمند بوده به گفته آنها فراوانی آب پالیزی، تامین سری وقتی نوری‌های مینرالی و آب و هوای مساعد منطقه به کشت و پرورش و استحصال محصولات گوناگون کشاورزی خصوصاً شالی مساعدت می‌کند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده. اخبار.